نگاه کنیم برادرای عزیز، این سایتی که در اینجا موندگیم یا ماشینی که مردم فریب بلیط میفروشیم گفته یا بار مردم فریب کرده و اینچنین چند بلاگر دیگر هم رکلامش کرده، جانون صوفی رکلامش کرده، با چند بلاگر دیگر رکلامش کرده. التماس بلاگرایی که همین سایت دستگیری کردن و رکلام کردن و گفتیو گپا مردم دا پیشنهاد کردن گیرن ویدیوتون رو دلیت کنن، گیرن رکلاماتون رو دلیت کنن، گیرن پول مردم رو برگردونن تین. این آدم یا بار آدم فریب کرده. این آواز یا زنک من دا نویسنده بیچاره پول محشر گذرونده ایش بلیت گرفته ای مسکو با تاجیکستان میپرده میرفته دکومنتو میگه گذاشتگی من میگه بلیت فارسی برام چیکار کنم دا کجا مراجعت کنم بیچاره گریه کرده و با مثل همه اپا بری یا 10 نفر دیگه مدت مراجعت کردن این مینا روی همین سایت ماشینی که نکنین رکلام نکنین پیش از اون یک کس رکلام میکنه اول انیخ کنین فهمین کیه چه بعد رکلامش کنین مردم دا عذاب نمونین برای اونمو رکلام های شما شده میبینن مردم باور میکنن پولش میگذارونن بلیت میخرن که می بعد معلوم میشه که ماشینی بوده فریب میکنه شونا 20,000 و 30,000 در نظر بعضی اعظمی شما پول نباشه در نظر مردم کمبغل در نظر مردم بیچاره در غریبی کار میکردگی و این پول 5 سوم 10 سوم میگیرین یا هر آخر رکلام میکنین فکر نمیکنین عاقبتش چی میشه. التماس همون رکلام هم کردنش نه یا چهره‌های نمایان یا چهره‌های آشکار رکلام کنین یا آدمای میدونستگی و میشناختگی را رکلام کنین. واپشه یگون کس نمیدونه نامش کیه، صورتش کیه، چیه یا کی جای نیوژل همه شما پول میگیرین و نمیفهمین اما آدم کیه در شما پول دادسته. اما طرف تو یگون گفتیو گپا یگان گروه های بیگانه باشه در شما پول روی کنند شما را فریب کنند برای که کارتون جواب میتین شما در نزد قانون هم جواب میتین در نزد خلق هم جواب میتین در نزد وجدان خودتون چه جواب میتین نزد الله دا چه جواب میتین. همون پول میگیرین در زندگیتون راست خود میکنین در فرزنداتون راست خود میکنین اقلا همون پول حلال کنین که همون نعمتی همون فرزنداتون در لقمه حلال شوه. با خدا چندین کسا شد مراجعت کرده سیانه روی همی آدم این آدم اون صورتی را که در واتساپش موندگه او آدم نیست خودش با صورت کدام بیچاره دیگر را گرفته در واتساپش مونده کسا او بیچاره را هم پستاوید کرده گناهگار کرده گشته. امیدوارم همین چیز سخت بینابد میگیرین و کاری همین مردم ها بود میکنین برای که به حد شکایت بسیار شده اصلا اینا زنکا همون سایت های شما را بسیار زنکا و دخترها تماشا میکنن و دیدین استوری های شما را خیال کردین که آدم شما یا آدم باوریه تپ پولش پرتسیان بلیت خریدین بعد همین مردم تاجیک خودمون هم بلیت هم خریدنش دیدن و چی هم خریدنش دیدن همون چهره های آشکارا بلیت خریدن آدمایی که مثال یک کدوم میشناسشون روشان آشکارا مثال انیقای دقیقای فهمین یا ایسو سپر سپاس کنیم با بلیت خرین اخوی